جناب چرخی دیگه چی گپایست که در این کتاب نگفته باشه و من حیث یک سند تاریخی حرفا را میگه بگوییم برای هموطنهای ما که یک وقت همی بانه من حیث یک سند شفایی چی حرفایی داریم؟ ما خب صحبت پروفسور یوزاد براتون گفتم دیم، اما بعضی گفتنی های دارم که او را یادداشت کردیم. نام قصه های یا داستان های کوچک زندان های ماداشم خان که او یکی دو تا نیست زیاد است، باید اساس او یک رسالگک بسازم. بسیار چیز خردریزه است، البته اهمیتش زیاد است. او موضوعات بسیار سیاسی نداره دیگه، موضوعات داخلی خانوادگی است. اونتا چیز مهمی که بود بین ما و دیگه مبعوثین سیاسی، یک تفاوت بود که مبعوثین سیاسی دیگه به نام خویشاوندانشان به نام پایواز میگفتن. ما خاصا خویشاوند نداشتیم، خویشاوندا همه بندی بودن. اگر یک قومی نام از دور نزدیک پیدا میشدن اجازه نداشتن به دیدن ما بیاین. فقط یک سپاهی لباس چرکین ما را هفته یک مرتبه از محبس مردانه به محبس زنانه می برد. خواهر و مادر ما اینا او را میشستن و اتو میکردن و صفات درست میکردن، برای ما پس روان میکردن. یعنی ما کسی نداشتیم که مثل دیگه محبوسین سیاسی خبرشان بگیرم. جناب چرخی، ما داخل میخوایم یک سوال خدمت شما عرض بکنم. بعد از اون باز دوباره شما هر چیزی که میگین و پیامتان بگوین. ما با شما صادقانه بگویم که ما هم مثل شما ولی در مقیاس بسیار کوچک و پایین البته قربانی استبداد خشن بودیم. یک بار ما در سن 18 سالگی زندانی شدیم در افغانستان. قربانی کم و زیاد نداره، به اصطلاح طول نمیشه. شما شکست نفسی میکنید. قربانی فقط جرم ما این بوده که ما یک طرح پیشنهادی قانون اساسی رو مثلا بر دولت دادیم و ما را 4.5 ماه زندانی ساختن. اما بار دیگر قربانی بزرگی که ما داشتیم قربانی طراز فاشیستی رژیم خلقی و حفیظ الامین بودیم. و در اون زمان پدر ما به نام غلام سرور احمدی با 2 برادر که پدر ما وقت جوان بود، فریدون 27 ساله که 6 ماه از آرسیش گذشته بود غیب شده و ظهیرالدین 23 ساله که در دانشگاه زراعت در یونیورسیتی کابل تحصیل میکرد. اینا رو در یک روز بردن، کشتشان، اعدامشان کرد. بزنسشان رو ضبط کرد، یک اراده موتر که داشتیم دارایی و بدون از اینکه اونا با کدام سازمان سیاسی ارتباط داشته باشن. دارایی های ما رو هم که من گفتم به شما ضبط کردن و ما هم خودم در اون زمان که در انستیتوت پلیتکنیک کابل بودم در زیر سایه های شوم استبداد خشن فاشیستی و چنگیزی امین با هزاران دشواری درس خود ادامه دادیم و سرپرستی یک خانواده به 9 نفری به عهده ما بوده که همزمان ما هم باید درس میخواندم و کارهای مطبوعاتی هم میپرداختم و خانواده را هم باید مواظبت میکردم. او حادثه ها بر ما تو القا میکنه که هرگاه مرض یا طاعون سرطانی امین رخ نداده بود ما با این هم عواقب فاجعه انگیزی که فعلا میبینیم مواجه نمیشدیم و یا شاید با آباد ضعیفتر میبود. نظر شما در این مورد چی است؟ اصلا به ذات خود قدرت کار خوب نیست. قدرت میگن چشمش کور است و کسانی که به قدرت میرسن امو و جایب و وظایفی را که در نظر دارن اکثرا فراموش میکنن. این اختلافی ها در افغانستان در وقت همین نظام خلق و پرچم، بازم اون خلق و پرچم من میگم بسیار زیاد رفت، در خانواده ها بسیار زیاد رفت. حتی من رنج میبردم شبانه این موتر وزارت دفاع می آمد و خانواده ها را ولو که مربوط اوائل انقلاب ثوری اینا را جوخه می بردن به محبس پلچرخی که من یادم است یک شما کتاب شعر من ندارین، یک غزل دارم در اونجا که آمد ولی جان از من خواهش کرد که یک چیزی برایش بسازم. اما امی عاطفه شخصی مرا بالکل از مسیر اصلی نویسندگی طرف دیگه میبره. مثلا شروعش است که صدای دل من، نوای دل من،
عزیزان کتاب است وای دل من. این یک آهنگ باید ولی جان میخوان، اما در مصرع دوم سوم شما بشنوین. پی کاروانها که دیشب همی رفت، جرس ناله داشت نای دل من. این به پیش نظرم همین ترسیم میکردم و رنج میبردم و یقین دارم مثل شما خانوادهایی که به ما که نسبت هم داشتن، بچه های جوانشان از بین رفتن، کشته شدن، گم شدن، مفقود شدن، رفتن. و راستی اینا یک کار شد آقای راستا. پیشتر گفتیم که هر کسی که آمد، هر قدرتی که آمد، دست قدرت گذشته را از پشت بسته کرد رفت. خلقی و پرچم که آمد واقعا کارهایی کردم که امو آهسته آهسته امو مظالم دوره سلطنت ظاهرشاهی و نادرشاهی فراموش مردم شد. اما بعد از آن ما خلفشان که آمد کارهایی کردن که کارهای نظام خلق و پرچم از بین بردن. یعنی یکی بدتر از دیگر کدام کاری کردن. بله. ما باز چون سر از این مسئله گپ زدین، ما یک مسئله دیگر هم در ختم سوالات خود میگم. باز شما که یک سوال دیگه که در رابطه با کتاب شماست. در ابی انقلاب یا ابی کودتای ثوره که شما میفهمید که دو مرحله داشت. مرحله اول که تا پیش از آمدن قوای شوروی و مرحله بعدی که باز بعد از آمدن قوای شوروی در وقتی ببرک کارمل. بله. ایرا خود شما میفهمین، همه میفهمند که وقتی که امین سر قدرت آمد با تکتازی شروع کرد و هر کس از متحدین خود که وارد از پرچمی ها بود تا گروه های مختلف جامعه، احزاب سیاسی، شولایی، این، آن، اخوانی به نام های مختلف برد و کشت. و گروه ببرک کارمل ادعا میکنند که ما هم در تلفات دادیم. مثلا 2.5 هزار نفر کادر ما کشته شد، زیر تعقیب بودیم، ما در دولت در جریان نبودیم، در کشتارهای دستجمعی سهم نداشتیم، محاکمه در وقت نبود و ما خود ما قربانی از این حادثه هستیم و ما در ناگزیری مجبور شدیم برای اینکه امی تیغ، امی جلاد تاریخ که عبارت از امین باشه، این از گلون خود در قدم اول و رفیقای خود و مردم پس کنیم. ما مجبور شدیم به شوروی متوسل شدیم و اینا استدلال میکنن که بعد از این حداقل قانونیت نسبی به وجود آمد، کمی سیاست دولت نرم شد و تا رهبرایشان ادعا میکنه که شما بفرمایید یک فرمان شفاهی و یا تغییر بر ما نشان بدین که ما دستجمعی مردم به قتل رسانده باشیم. اما اینکه جنگ جبهه‌ای شروع شد، یعنی جنگ دو بر قدرت توسط که یک جانبش خلقی ها و پرچمی ها بود و دیگر جانبش مجاهدین. در این جنگ ما ناگزیر بودیم دیگه که جنگ توپ و تانک بود. جنگ است. جنگ است. اون استنگر داشت و راکت های زمین به زمین و ایسون با مجهزترین سلاح شوروی. شما یک تفکیک قائل نمیشید؟ اعتراض. خود جنگ این که مجاهدین در جنگ کشته شدن یا جنگ ما بین نظام خلق و پرچم مجاهدین صورت گرفت. جنگ بر ذات خود نامش جنگ است. هر کس کشته شد. اما واقعا گفتار شما رو من تایید میکنم که حفیظ الله امین در زمانش بسیار کارهای نادرستی کرد که بسیار ملت خود جنگ نمیکرد، مردم جنگ نمیکرد، مردم مثلا بیگناه کشته شدن. ما شنیده بودم که حتی این ماموریت های سمتا تلفن میکردن که یک دسته را مثلا گرفتار کردیم. از حفیظ الله امین هدایت میخواستن که امرشان چی کنیم، میگفت چی که میخواین بکنیم. یعنی صلاحیت میدادن و اینجا با مخالفت شخصی از بین رفت. و چنانچه که مثل میزنم مخالفت شخصی خانواده پرونتا مشناختمشان و شریف جان پرونتا، کرم جان پرونتا و اینا و میر علی احمد شامل و دیگه یک عده دوافروش های شهر از وزیر آباد بودن. اینا بالکل بیگناه مردم قتل عام شروع کردن و اصلا هر دو طرف خیانت ها کردن. در جای شک نیست. حق مردم رسید سر آزاد شد. یعنی سیاست رسمی دولت با تأسف توسط رهبران همون رژیم بسیار روشن و واضح گفته شد. مثلا ما از نور محمد ترکی را
به خاطر ما هست هیچ یادم نمیره. ما در وقت سن 21 بودم، سال دوم یونیورسیتی پلیتکنیک، که به پشتو گفت یا به فارسی به کادرای خود میگفت که شما دشمن در تاریکی که دیدین در تاریکی نابود کنید. بله. یعنی معنای از این ای است که در اینجا محکمه وجود نداره، در اینجا اداره و دولت و قانون وجود نداره و هر کسی که در هر جای شما را سرطان حمله کرد یا نکرد همونجا نابودش کنید. این باید سیاست عام مگر میدونید که اینمی از نظام عمومی سیاست روسی شروع شده. استالین هم این کار کرد، مردم خود تا 10 میلیون کشت. حتی تشخیص میکرد تو نبود که احمد محمود کلبی مقصود ببرین بکشین، میگفت از فلان رتبه تا فلان رتبه بکشین. باز میامدن که کشته میگفت از فلان رتبه تا فلان رتبه. مخالفت وجود نداشت. 10 میلیون رقم مخالف نه. ما یک مسئله رو در این مورد بر شما میگم. هدف اگر میخواستین باز من تیپش به زبان انگلیسی خدمت روان میکنم. یکی از مشاورین بسیار ارشد شوروی به حفیظ الله امین میگه که شما قتلای غیر قانونی میکنین، نام سوسیالیسم و کمونیسم بعد میسازین و شما بدون محاکمه انسان ها را میکشین. به عباره دیگه خشونت میکنین. با این خشونت درست نیست. باز حفیظ الله امین سوال میکنه از مشاور شوروی که آیا استالین با دستکش‌های سفید انقلاب پیروزی رساند؟ یعنی تا که تانست خون ریخت. و ما را اجازه بدین که و ضمناً هم میگفتن 2 میلیون ما کار داریم. بله. کافی است. بسیار عالی. به حفیظ الله امین که مشاور روسی که روس بوده و هیچ گونه تعلقات عاطفی با مردم ما نداشته، اما ترحم میکرد، میگفت نکشن غیر قانونی. اما این میگفت ما تصور نمیکنیم که حفیظ الله امین و میرابری خلقا اتازم کمونیسم و از استالین هم یک برداشت خوب و دقیق نداشته و چیزای منفی از مطلق. حتی یک خبر دیگه هم شنیدم در زمان که جشن انقلاب اینا رسم گرفتن. یک سرخکاری شروع کردن. در دیوار دکانا باید دروازه خود رنگ میکردن. ما هم یک دواخانه داشتیم، دواخانه رو باید رنگ میکردیم. و وقتی که مراسم جشن برپا شد، موسیقی منصب افغان از روسی پرسان کرد که چطور انشالله خوب سرخ ساختیم همه جای را، بیرق‌ها سرخ اینا. مبدل جوابش گفت که همه قدر سرخ ساختیم که ولا در میدان سرخ همه قدر سرخی ما دیده باشه. یعنی افراد. جناب چرخی واقعا خاطرات بسیار جالب و امیدوارم که ما کتاب‌های دیگه و آثار دیگه شما داشته باشیم. ما بر فعلا همینجا اکتفا میکنم. اگر کدام پیامی داشته باشین من فکر میکنم با اون پیام از اینکه پیام بهتر ندارم. سمور برتان و این کتابم از ماست میدانم. خب به اجازه تان. خواننده عزیز، خاطراتی را که من با یاد یک تعداد از بزرگان و جوانان شهید و همچنان با یاد جمع از اطفال و نوجوانان خانواده که در زندان به علت سوء تغذیه به بیماری‌های مهلک مبتلا گردیده و به علت نبود ادویه لازم جان شیرینشان را از دست دادن آغاز نموده بودم، شمه از آن به پایان رسید. با وضاحت تمام یک بار دیگر متذکر میشم که همه این جریانات دلخراش دستخوش یک دوره منحط استبداد دولت روز و قربانی ظلم و ستم خانواده حکمران وقت بود و از وقتی که قدرت سیاسی را در افغانستان به دست آورد، صدها خانواده روشنفکر دیگر را هم مانند خانواده من به دیار نیستی فرستاد. در خلال مطالعه آن همه یادداشت‌ها یقین دارم شما ملتفت شده خواهید بود که در پهلوی دیگر رویدادها و موضوعات از انتباهات، برداشت‌ها و آرزوها نیز نوشته‌ام. در سطور پایانی این رساله میخواهم فشرده پیامم را به عرض برسانم که نام ظالم با ظلم و حال مظلوم با مظلومیت و با گذشت زمان خواهی نخواهی در تاریخ کشور ثبت می‌گردد. چقدر نیکو خواهد بود اگر دولت مردان و حکمرانان حال و آینده وطن ما، جوانان و نونهالانی که آینده وطن با آنها متعلق می‌گردد، به این پیام من گوش دهند
روا ندارند که مخالفت سیاسی به دشمنی منجر گردد و در سیاست نباید مدقنگر باشند. از حصار تنگ نظری ها بدر شده برای اداره جامعه که نیازمندی های زیاد دارد از یک سیاست سالم، راهنما و مترقی کار بگیرند. از تجارب منفی گذشته بیاموزند و از تکرار اعمال نادرست اسلاف خود، از اعدامها، به زندان انداختنها، ظلم و ستم، آزار و اذیت، شکنجه و اجحافها که بر پایه عداوت خانوادگی و شخصی استوار باشد دوری گزینند. در قضایا واقع بین و عادل بوده از توانمندی نهایی عقل و خرد و بالاخره از صفات عالی انسانی در همه امور کار بگیرم. من به حیث شخصی که دوره طفولیت و جوانی را در زندان به سر رسانیدم، چندین نظام سیاسی و رهبران آنها را دیدم، با مردم گوناگون آموزش پیدا کردم. با خوبی دریافتم که مردم بیچاره ما بیشتر به مرهم احتیاج دارند که بر زخمهایشان گذاشته شود و دیگر روی خشونت، جنایت، حق تلفی ها و بی‌عدالتی ها را در زندگی که به حکم خلقت برایشان مقدور است نبینند. یک جان سپاس از اینکه وقت گرانبهایتان بر ما دادین و صحبت کردین. ما امیدوار هستم که این صحبت ما و شما سرآغاز صحبت‌های بسیار عمیق‌تر و قوی‌تر و مستندتر بعدی باشه. برای اینکه این کتاب شما یک اتوبیوگرافی یا خاطرات است و ما 2 جلد کتاب دیگه شما را که خواندم، برگه چند از نهفته‌هایتان بسیار حرفای جالب و حقایق تاریخی در اوجا گفته شده و بخصوص که برای نسل جوان ما که هنوز هم این شخصیت‌های شاخص و بزرگ و متبارز جنبش روشنگری و مشروطیت نمیشناسن، این کتاب شما بسیار مفید است. طبیعی است که امیدوار هستم تمام قلم به دستای ما، پژوهشگرای ما تحقیقات بیشتر کنن، شاید هم که بسیار افراد دیگه، سپاهی‌های گمنام دیگه رای روشنگری در افغانستان هنوز هم از قلم مانده باشه و امیدوار هستم که در آینده صحبت‌های بیشتر و خوبتر هم داشته باشیم. ممنون از شما و لطف کردین، زحمت کشتین. امیدوار هستم بیننده یا خواننده هایی که داستانم میخوانن یا میبینن ملتفت شوند به عمق کلمات و سوالات شما که بسیار برجسته بود و من تا جایی که تانستم حافظت تا جایی که کار کرد جواب دادم. خدا کنه منهمک شوند و سرسری نبینن. شما